الو. الو خوابی؟ مگه تو 9 نباید استریم بذاری؟ نه بیدارم، میذارم یکم دیگه. خسته نباشی دلاور. حاجی ولش کن این حرفا رو. میگم موبایل فروشام خوب سود میکنن ها. خب که چی؟ کار موبایلیا. هستم آقا، هستم. حاجی پس برو بریم. برو بریم. دیو زنگ زدی 8 صبح به من میگی بازار موبایل خوبه، سگ پر نمیزنه که. دشت اولو بکشم میاد. با کارت خودت پس 1000 بکش که زنگ زد. الو، 17 رو فرستادی؟ بدون کد باشه. برکت آقا، برکت. پسر برو اون قابا رو بردار بیار. برای گام شو بابا. دیوس. بچه امروز جمعه ساعت 8 صبح این زنگ من زده بیا بریم یه روز موبایلی کار کنیم. اومدیم اینجا اصلا مشتری نیست، در حدی که صاحب مغازه داده دست ما دوتا، ول کرده رفته خونه. فعلا کار خاصی نداریم. یه سری گوشی تعمیری اینجاست که به ما اجازه دادن اینقدر به اول اعتماد داشتن در این حد. یه گوشی از قرن 12 حدوداً برند هواوی از قصد دارم. خب LCDش هم نگاه کنید تقریبا ترکیده. ما میخوایم فقط اینو باز و بسته کنیم، حالا تا مشتری بیاد مشتری هم راه میندازیم. اول دندوناتو مسواک بزن خیلی زرده. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. بیا پیچاشو واکن ببینم. از کجا آجی این چرا جا محاسبه نکردن برای اینکه از یه جا باید انگشت توش کنی؟ بچه‌ها اسپینر داره، نگاه کن بده من. آقا امیر بیا از تجهیزات فیلم بگیر. بده حالا ندیده بده به من. تجهیزات رو بگیر. خب بچه‌ها اول این کاری که می‌کنیم باید این 6 7 تا پیچ باز بشه، جوری که حدودا من می‌دونم. باز کن پیچا رو. ازدگر واسه پیچ وا کردن که زیر میکروسکوپ نمیذارن گوشی رو که. مهندسی چشم بسته باز میکنه. بده من. نه ازش بذار همینجا اینجا باشه. اینجا جا پیچ. اینا بچه‌ها حساب شده، حتی بگیر زیر میزی و بچه‌ها این زیر میزا رو ببینید حساب شده. تازه اینجا دردارشه. این رو بگیر. اینا اینجا درم داره. درشو بذار. خب واکنو بده دست کاربلد. تو این کاره نیست. یه پیشم اینجا نبسته بوده. از این گوشی توقع پیچ داری؟ یه پیشم اینجا بازه. ببین در این حد بمونه اعتماد نداشت که میدونست این گوشیه به هیچ کاری دیگه نمیاد، گفت طوریش نیست. حالا به نظر بازش اینم کن. بپیچونم اینم میپیچنه نمیشه. بردار چرت و پرت نگو. باز کردی؟ بله. خب اول سرشو مسواک بزن تا باز شه برم. خدا بس دیگه. بده من مهندسم. ما ناخون به جونشم بده. الان که بشکرتش. یه چیزی هست این که بکنی زیر اینجور چیزا. منتظر اینه که بشکرتش من بخندم. چی کار چرت میکنی؟ نگو. خب خار داره، باید این خارا دونه دونه داره. خار داره. خار داره؟ حاجی یه چیزی زیادی شکست به دستم خورده. محمد یه چیزی شکست به چرت دستم. نگو، هیچی به دستت نگو. جدا به دستم خورده. ای تو درش بیار این تیکر. اسلو موشنش کن. A few minutes later. این از رو برد در اومد. بچه‌ها فقط این چیه؟ فلتشه. این چیه؟ فلت چرت. نه این فلتشه. خب بده. خراب نکن، کارا این خراب فلتشه. نکن. من اینا دیدم اینجا. خب این واسه این ول بوده توش. بچه یه چیزی تو گوشی ول بود،
و واسه همین بوده این گوشی داده دست ما، چون خیالش راحت بوده این گوشی اصلا قرار نیست روشن بشه. خب یه فلت هم اینجا داره، واسه دارم فلت ها رو باز. ما می‌خوایم در این حد باز کنیم ببینیم چی به چیه. بازش کردم. بده من. آقا برد گوشی. وقتی که از بیکاری 8 صبح اومدی نمیدونی چیکار. خب سوکت اینه بچه‌ها، اگه بخوایم سوکت رو عوض کنیم باید اینو با اسمش چیه، هویه بهش میگن یا هر چیزی داغ کنیم. علامت زدن اینجاش مشکل داره. حاجی چرا این مثل آلمیچر گوشی توشه؟ قبلا یه بار دیگه باز شده. آلمیچر توشه. نگاه کنید جاش قرمزه، نقطه نه قرمز. آلمیچر توشه، نگاه کن. آلمیچر راستشه. این چیه دیگه بچه‌ها میچرخه. آلمیچر توشه. این نه. ویبره. پس ویبره اینطوری، من واقعا نمیدونستم ویبره اینطوری کار میکنه. خب محمد آقا این سوکت چارجرش مشکل داشت؟ این همه جاش این گوشی مشکل داره، ولی میلاد کار تو نیست بابا این باز از کردنش. اینا اصلا تو برمی‌داری، میدونی خب؟ این چیه آقا؟ تو بعد- بگو این چه محلولیه داری خوبه ازش اینجوری استفاده میکنی. میدی بالا یکم ببین چه آدمیه. خب بعد که اینو ریختی اینو برمیداری، خب با این نوتا میگیری روشو، این تا داغش بکنه. خب بعد هی بهش بازی میکنی تا کنده بشه. نکن بابا. سلام. چطوری سلامتی؟ نوکرتم. یه حواویه یادگاری از پدر بزرگ. این سری های جدید هواویه. نه هواوی گلس سلام خسته نباشین. گلسش هم خواهد عوض کنی. یه ذره حساس هم ایشون یادگاری ازش. بله حتما. اوستا خسته نباش، نگران نباش، بچه‌های ما کارشون خیلی درست. جا از اول ویدیو تا اینجا هر چیزی که دیدید واقعی نبود و اون گوشی که ما ساختیم خب دیدید که کاری هستی که نداشتیم مشتری نیست و- مجبوری دست به هر کاری بزنی سرگرم. و حتی این گوشی هم که افتاد واقعی نبود. اینا رو فقط صرفا جهت سرگرمیتون ساختیم. واسه دلیلش هم این بود که مشتری نبوده اون موقع، تا حالا خیلی صبح بود، جمعه هم هست، مشتری نبوده، واسه همین این کارا کردیم. از این به بعد مشتری ها میان، ما اجازه نداریم صداشون رو ضبط کنیم، اجازه نداریم که ازشون ویدیو بگیریم. شما فقط کاسبی کردن ما رو میبینید، فقط و فقط کاسبی کردن ما رو. سیبیله رو بردارم و کاری که کارمون رو انجام میدیم. آجی من یه برمیگشتیم. سیبیل درو برو بریم، برو گم شو داره. When you know you know, and when you don't, when it ends, when it ends, it ends. سلام. خیلی ممنون. سلامت باشی. گلسه آیفون 13 داری؟ بله پرایوسی ها ممنون. براتون نیست. ای بابا.
محمد آقا خسته نباشی. قربونه بچه یه گلس گلس هم به همین سادگی خواهد من کشیدم و شکست. خسته نباش. یکی دیگه. آروم بشی. خب بچه‌ها یه گلس دیگه دوباره همه دارن میخندن به من. بده ببینم، بده من با همین تمیزش کنم حالا کشی کنم. محمد آقا اشکال نداره. بچه ها اولین گلسیه که دارم تو آروم بگیر. مشتریمون گوشیشو گذاشت و رفت. استرس نگیر. من براش عوض میکنم. داشتم بابا آروم بکش. نمیخوای LCD عوض کنی. گلاسیس. نه بالاشو بگیر بکش. بکش به پایین. برعکس نذاری یا میدونم. حالا اونوریش کن. و اول سرشو تنظیم کن. سر بالاش هنوز روش پرزه. برش دار دستتو. برو. اول بالاشو تنظیم کن. زوم بلندگوه تنظیم ادوی. بچسبون نترس. بعد پایینشو بیار نزدیک کن به پایین. انگشتت گوشتیه. یه انگل وسط بکش برو پایین. به خودش میچسب. خب فشار بهش نرسید و بره خودش. به خودش میچسب. چرا داره میچسبه خودش خود بخون. بزنی. نه با دست با انگوش بره گوشه ها. عجیه سمتم برو هم. نه LCDشو نه بلنش کن. بابا اونقدر فشار نمیدم که تو میگی که اینجا خیسه فقط. اون موقع ممکن آخونه نه بذار گیرش. آره آدم یواش یواش میره. جنسای مغازش فاسده. مکنه ما کارمونو بلد نیست. خوبه. لبشو بالا بیار دوباره بذار زمین تا بچسب. اما نگران نباشی همه چی حل. گوشی بنده خدا. حله شد. حله. دخترت برات گرفت. خب بچه ها فقط یه تیکش ما. نه این اوکی. این بعد مدت میچسبه. آره. بچه این یه چند دقیقه بعد میشینه. خاصیت گلسش اینطوری. الان ساب مغازه هم پیشمه. منو میتونید تو صفحه گوشی ببینید. نگاه کنید منو. خب بچه ها این نتیجه اعتماد به ما گلس گفتم بعد یه مدت خودش میخواد نگاه کنید. اوکی شد. اولین گلس زندگی بود. به خودش هم گفتم قبل اینکه براش بزنم. آقا این خدمت شما. اینم گلس قبلیت. قابلت هم نداره. شیشه هاش تو دستم. دستگاه خاموش. رمزتون 4005. قربونت. خوش اومدی جیگر. خوش اومدی. دستت در نکنه. مرسی که به محمد نوب اعتماد کردی. این اولین مشتری. خب رفقا یه مشتری برام اومد با شیائومی نوت 10 فکر میکنم. بعد از اونجایی که راضی نبود صدا و تصویرش تو ویدیو باشه دیگه ما گفتیم که همینجور عوضش کنیم براش. خب
در بسته نمیشه. یا اینات اینجاست. اوه لوازم کار رو دریابیم. خب اینم برداریم از اینجا. خب گلس روش نداشته کلا فکر کنه. ببینیم شما چی کار میکنی آقا میلاد. من که اولیشو خیلی خوب زدم انصاف. قبول داری امیر؟ بدون باد، بدون نقطه ای از نمیدونم آشغال، هیچ. فقط یه گلس باخت دادم. با فشارهای فراوان. ماشاءالله. آه. وایسا 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 وایسا. بده 6. اون دیگه بادشو بگیر. باد نداره داداش، اصلا باد نداره. تموم شد و رفت. خدایی به اولین گلسش خوب زد. بده 6. بچه‌ها حالا بیاید با من بریم اون گوشی که دل و رودش ریختیم بیرون رو ببندیم. آقا این خدمت شما. بچه‌ها این گوشی که وا کردیم الکی بیکار بودیم دل و رودش ریختیم بیرون رو باید ببندیم. البته این سوکتش آخرم نشد عوض کنیم، ولی خب همینطوری باز کردیم دیگه، یه تجربه بود خودش. باید اول اینو شما رو اینطوری بذاریم که این اینوریه. قربانت. باید اینطوری باشه که این روبرو این باشه، اینم روبرو این باشه. خاراش باید جا بره همش قشنگ. قربان شما. یعنی حالا باید اینا دونه دونه بره اینجا. بچه ها این ور در چه حاله؟ اینا اینا فلتاشو باید جا بزنیم. من کشیدم همینجور بیرون. خب بچه این سه تا جا رفت. اوکی حالا باید این قاب بره روش که بعد پیچا بتونیم بپیچیم. چیزهای عجیبی. اینم پیچ گوشتی اسپینریمون میچرخه. بچه باش بازی نکن. پیچا هم که اینجاست و تمام. حاجی پیچاش یکی در میون بودا. خودت دیگه باید بدونی کجا باید بذاری. گوشی اوراقی بوده دادن دست من و تو. فکر کردی گوشی سالم میدن به ما. بچه ما همچنان این ما را 8 صبح جمعه بیدار کرده اومدیم اینجا، واقعا مشتری نداریم و خب منم اگه جمعه است. واقعا جمعه این ساعت نمیرم خرید. حالا اینجا رو میخوایم مغازه رو یکم تر و تمیز کنیم فعلا. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. خب بچه صاحب مغازه اومد، میخوایم با کمک آقای صاحب مغازه این آیسی اینجا رو برداریم چون باید با هیتر باش کار کنیم، سخته. حالا با این میکروسکوپ من که بلد بودم البته. آره تو کلا همه چی رو بلدی. من گفتم همه این چی کار رو انجام میدم. بعد گفتن یو خوب از خوب بهترین میشه. گفتم حالا چی میگی؟ بازار بیاید بقیه زیر رو خراب میکروسکوپ نکن. اینا ببینید، بیاید زیر میکروسکوپ یه لحظه بذار. من دوربین گذاشتیم رو لنز میکروسکوپ دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم که زوم باشه. آبشو داره میریزه روش. رفت. بچه اینا باید اول بریزیم که بعد اینا با هیتر میخوایم گرمش کنیم. چیزی که رضا به من گفته اینه. روشنش کرد.
چرا داره آب میشه. آقای فیلم بردار اینقدر دست تکون نخوره. سشوار باشه. بچه‌ها باید خیلی با دقت این کارو بکنم. خیلی استرس داره. استرس. فکر کنم داره ول میکنه کم کم. یکمش مونده. ول کرد. برش داشتم. برو حالشو ببر. دونه‌هاش که زد بالا. بچه حالا باید تمیزش کرد قبل اینکه بخوایم آیسی دیگه ای جاش بذاریم. قرمزی چی بود افتاد ازش؟ اینا رو من بلد بودم. آره تو همه چی رو بلد. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey. بچه ها این چیزی که ما با کردیم میخوام اندازش رو تو واقعیت بهتون نشون بدم. باش بگیریش بیارش بالا. بیا بالا بیا اینطوری بیا. این قده کلا انگشت من انقدر انگشت کوچیکم. حالا میخوایم یه دونه آیسی دیگه به جای این بذاریم رو همین بوردی که باز کردیم. نگاه کن از اینجا برداشته شد، یکی دیگه باید بذاریم جاش. دوباره بیاید رو میکروسکوپ تا بذاریمش. الان میذاره روش میگه بذار اینو گذشته. عوض کنیم. خب بچه‌ها آیسی رو سر جاش بذاریم. خیلی ناخونت کثیفه. این تیکش رضا داره کمکم میده واقعا. تنهایی نمیتونم این کار انجام بدم. محمد چرک و چیویل. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. چقدر تو نمکی قربونت من. اینم واسه شوهرم میشه. خیلی حساسه. رضا چیکارش کنم؟ فشار بدم؟ روغن نباید میزدی قبلش. چه احساس کنم داره میسوزه. باد بردش. باد بردش. یه لحظه دیدم نیست. خب بچه‌ها ما به این نتیجه رسیدیم باید چربش کنیم. قطعمون باد بردش. One, two, three, four. Well, I chipped my tooth on a tangerine, and the jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire. نشست. رضا سریع از این پیس. اوه ASMR کور. جلیز و ویلیز. بچه این برده خیلی خیلی داغ شده. صدا اینم ممکنه بیاد از تو چیز. این قطعه بود که عوضش کردیم. میبینیدش؟ قطعه این بود و همین دیگه. نزدیک بود که کل برده باید عوض میکردیم. یه بار که داشتی آیسی میپروندی یه بار داریم برد میپروندی. بچه اینم از یه بارم گوشی انداختین دیگه میخوای چیکار کن؟ تو به درد این کار نمیخوری. من میگم که تا گن نزدیم به بازار موبایل یا کاسبی موبایل فروشات جمع کنیم بریم. نظر تو چیه؟ نظر من که هر کاری واسه خودش واسه آدمی ساختن. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز. اینم نمای بیرونی مغازه آقا رضاست. اینم امضای کار آقا رضاست. هر وقت این موتور اینجا دیدی یعنی آقا رضا اینجا. بیاید بخرید. تابلوشون هم اینه. آدرسشون هم که دیگه همه اطلاعات مغازه‌شو تو کپشن می‌نویسم. پیج اینستاشون هم می‌ذارم تو کپشن. حتما فالو کنید. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. شما گرم رفقا. دم همگی گرم. اگه که از اینجور ویدیوها خوشتون اومد لایک این ویدیو را به 3000 تا برسونید و کامنت کنید برامون شغل بعدی چی باشه. حرف آخرمون هم اگه بزنید. که بیشترین تعداد شغلی که مثلا از یک شغل اگه خیلی
درخواستاش همونا میگیریم براتون و یه روز میریم سمت اون. حرف آخرم بزنیم. ببخشید که امروز یکم خلوت بود چون که جمعه صبح آره بود جمعه صبح بود. حالا بنا به دلایلی هم یکم خلوت بود بازار. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. دمتون گرم. مخلص همگی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فعلا. فعلا. یا علی.